خب درسی من در صنف 5 صنف روسی. زنگ مکتب صدا داد و ما به صنف در اومدیم. من در نزدی خودم ایستادم، جای خودم ایستادم و شاگردان باید که جابجا شوند. دو تا شاگرد یکتاش دیگرش رو دشنام داده در اومده ایستاده. دشنام‌های قبیح، سخن‌های قبیح، سخن‌های بی‌شرمانه، مادرت رو فلان کردن، خواهرت رو فلان کردن، خیلی سخن‌های ناجور. من با شاگردان سلام دادم، شاگردان جابجا شدن. و همون شاگردی که وای کرد دشنام داد که دیگرش رو و تخته صنف دعوت کردم، گفتم اینجا بیا. ببینی من بخور دست بخشش و تخته صنف گفتم برو کش، گفتم باید رو همون بروکت رو کش. چرا گفتم کش گفتم کنی ببینیم چقدر است، چقدر مقدارش است. برده در استاد کرده ببین. من استاد دارم، گفتم همون چیزی مردانه تو رو آلت رو گرفته ساز کرده میارد که دیگه تو این گپ گفتن تو چی در درونی چی از شیمت همون جای نشده ایستاده است، تو رو ناآرام کرده ایستاده است. نه پس چرا تو گفتم به این پسر دشنام‌های قبیح میدی؟ چرا وقتی که سخن‌های که ناجور که دادی ما استاد باید تو رو اصلاح کنیم، چرا تو با همصنفت دشنام‌های قبیح میدی؟ بی‌شرمانه سخن‌های بی‌شرمانه میگویی. بعدم سرش رو خم کرد و بس کردم، توبه کردم، دیگر نمیکنم، معلم من رو چی نکنید، من نمیکنم، بس کردم، دیگر نمیکنم. من ندونستم که شما رو جنگ میکنید، شما رو خیلی میکنید، مجبور میکنید که من شما رو کشم، مجبور میکنید در پیش گفتم تو شرمنده، من رو شرمنده میشم. تو شرمنده که نخواهی شدن، تو نباید سخنهای به شرمانه استفاده بری. پس راست ایستا خیلی خم بودم، خم شده است. خیلی пожалуйста صنف روسی است، خیلی باشه نبود میگه، کلینوس میگه قسم میخورم من بار دیگر این کارو نمیکنم، این سخن دیگه به هیچ کس نمیگم. راست قامت راست گفتم خوب شد. از این پسر از جای خیلی گفتم از این پسر بخشش پرس این پسر بخشش پرس. یکمش اینکه تو پیش من وعده دادی که دیگه این کارو نمیکنی، دیگه کارو نمیگی، خب من قبول، با من نظاره میکنم. دویمش الان پسر بخش میپرسی او پسر گفتم بخشیدی، پسر رو بخشیدم. سومش گفتم این کلمه رو از یگان کسی شما نشنوم. کسی از شما اگر در نزد من مبادا در گوش من سخنی ناجای از شما باید، من مثل این پسر شما میکنم. همین گونه و شما معقول شد شما؟ نه گفتم من سیاستی استاد باید استاد سیاست داشته باشد. وقتی که استاد سیاست نداشته باشد که شاگرد نه اینکه احترام حتی استاد رو در هیچ جا پسند نمی‌کند. پس از این کاری که من در مکتب کردم، شاگردان میدونید چی کردم؟ در همه همسالای خودشون گفتن که یک معلمه آمده است، معلمه زبان انگلیسی، بسیار معلمه گنده، جنگ میکند، نمیخواد که ما سخنهای جوگیم، احتیاط کنید که شیم شمویی میکشد. رفته در شاگردان خیلی گفته است که مرا مجبور که شیمت رو کش. البته ما هم تعلیم میتیم و هم تربیه میتیم. پس از این من دیگر در یگان شاگرد در همون مکتب یگان سخنی ناجا نشنیدم. در یگان صنفی که در آمدم، وقتی که می در آمدم راست میخواستم راست سلام میدادم، جا به جا میشتن، دستان احوال پرتخ خوش رو با آداب درس رو با دقت گوش میکردن. یگان صدا یگان آواز من نمیشنیدم. می در آمدم، معلمه انگلیسی اومد، خیز معلمه انگلیسی اومد. ایجوش هم هستم معلمه. بله وقتی که انسان خودش نداند قدر خودش را کو، هیچ کس را قدردانی نمیکند. شپلاق زنی او طرف ایستد. ببینید حتی سخنی ناجا یگان شاگرد دیگه در مکتبی هش من نشنیدم. من در همون کریدور میرفتم، به اداره دیکتر میرفتم و مجلس جنشو جمع میشدیم، شاگردای میدیدم که همشو میدیدن السلام علیکم معلمه، السلام دست پیش بر، السلام علیکم و علیکم السلام. بله حتی ببینید که من در همین یوتیوب کسی که سخنهای ناجا مینویسد که باز بلاکر میکنم، باز میگم که این نگوید سخنهای ناجا. من لایق این گونه سخنها نیستم. من معلمه هستم، من همچون معلمه همچون استاد احترام کنید. من در کجایی که برآمد نکنم، در مکتب، در شبکه‌های اجتماعی، در کجا که نباشم، من دیپلم معلمگی دارم. باز من دیپلم گرفتم با شما نشون میدم که شما باور کنید که من معلمه هستم. من در مکتب پای میانه شهر دوشنبه کار کردم. خب برای همین من هیچ کس رو اجازه نمیدم که مرا سخنی پست و بلند گوید یا که در نزد من کسی رو دشنام دهد. من در جاش آدم رو
اصلاح باید شود. نمی‌شود در نزد من چشم من خودش رو نشان ندهد. ولی من در بابت دیگر شاگردها باز با ویدیو میکنم برای شما که من در مکتبی هست چگونه کار فعالیت کردم. سالهای 2000 تا 2005 6 کسی که در آن مکتبی هشت خونده است شاگردای من رو میشناسن. من از معلم زبان انگلیسی در آنجا درس میدادم. زاکی راه فیروزه نصرالدین نامه. شاگردان محترم کسی که از شما را اگر ببینید میدونید چگونه شما درس میدادم. بله من آدم خوب معلم خوب، لیکن اگر شاگرد دشنام دهد، بیادبی کند، بد اخلاقی کند، نااحترامی کند، ناپسندی کند بین خودشان، من جویش در جویش اون را اصلاح باید کنم. در جویش باید اصلاح کنم. وقتی که ما اصلاح نکردیم شاگردا رو کو روز از روزها به من می آید. روز از روزها آن دشنام به سری من می آید. بله ما هم تعلیم میدیم و هم تربیه میکنیم. بله حتی در این شبکه‌های اجتماعی من به شما میگم که سخنان اینجا نگوید. معقول نیست. تماشا نکنید ویدیو ما رو. بله می ندارم از شما. باید با دوام داره ویدیو من.